خانم قهر کرده بود، رفته بود خونه باباش، شوهرش براش SMS داد: زن بلند شو بیا سر خونه زندگیت، جدایی من و تو جدایی نادر از سیمی نیست، بهمون اسکار بدن، به ما دست بیلم نمیدن، پاشو بیا سر خونه زندگی. خانمم SMS داد که منم سامی بیگی نیستم بگم فقط میخوام باشی، همچین میزنم از کمر تاشی. رضا رشیدپور میگم همه این چیزا که تو فیلم‌ها نشون میده در خصوص عشق و عاشقی و نمیدونم دلدادی و همش چرت و الکیه. گفتم چطور؟ گفت مثلا دیدی ساعت 1 شب تو فیلم نشون میده پسر میره لب دریا، 1 رو بعد یه دختر خوشگل و مامانی میاد کنارش، اینا با هم دیگه دوست میشن، عاشق میشن، دلداده میشن، دل و قلبه میدن، بعد بلند میشن میرن ازدواج میکنن و یه زندگی شیرین و یک آینده زیبا. گفت همش چرت. گفتم چطور؟ گفت من ساعت 1:10 نصف شب رفتم لب دریا، 7-8 تا سگ دنبالم افتادن، نصیب بود.